اگه تو هم تو خواب خودتو کچل میبینی و این باعث کابوس و ترست شده، خواستم بهت بگم تنها نیستی. مشکل ریزش مو و کچل شدن این روزا داره همه گیر میشه، ولی من یه روشی دارم که کاملا ریزش موهاتو قطع میکنه که هیچ موهای جدیدم برات در میاد. میخوای بدونی چه جوری و با چه روشی؟ کلمه مو رو بفرست. یه روغنی هست که حتی اگه شبا هم بزنی تو خواب موهات رشد میکنه. جالب شد نه؟ اگر میخوای بدونی این چه روغنیه، برای کلمه روغنه یا کامنت کن یا دایرکت بفرست تا بتونم راهنماییت کنم. فقط مهمه پیجمو فالو داشته باشی تا پیامام برات بیاد. اول نمیذاره موهات بریزه، دوم حجم موهاتو چند برابر میکنه. درمان انواع ریزش مو، ریزش موی ارثی، هورمونی، ریزش ناشی از زایمان، ریزش ناشی از کرونا، ریزش آندروژنیک، همه اینا رو بسپر به سیر سیاه. هر جا اینو دیدی بخر. برای درمان انواع ریزش مو، برای رویش مجدد مو شاهکاره. انقدر رضایت و نتیجه گیریش بالاست که باورت نمیشه. تو به من بنما تا بشم رزی موهامو میخوای چه کنی بی حیا پسر کم من تو بازار ندیدی اینم مثل اونه ولی رزماری، کرچک، روغن نارگیل یا هر چیز دیگه یا بگی من استفاده کردم. 3 ماه با طلای سیاه کاری کردم این حجم از پرپشتی موهام بدون حتی یک تار مو ریزش. اگر میخوای بدونی این طلای سیاه چیه، عدد 1 رو برام کامنت کن تا بتونم بهت راهنمایی بدم. یه قرصی بود ریزش هورمونی رو قطع می‌کرد. نورکرین ریزش موهاتو برای همیشه قطع میکنه. اگر بخوایم تار موهامون به ضخامت برسه، ویلی مکس برات معجزه میکنه. من دوست دارم موهام سریع بلند شه. رژووا سرعت رشد موهاتو 3 برابر میکنه. خارش کف سرم دارم. امگا 3 مصرف کن. اگرم میخوای که همه این اتفاقات طی دوره 60 روزه برات بیفته، حتما عدد 10 هم کامنت کن و بلافاصله دایرکت کن.